نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه و در این قسمت می‌خوایم در مورد ارکان ایمان صحبت بکنیم. ایمان عبارت است از اعتقاد قلبی، اینکه انسان به یک چیزی قلباً اعتقاد داشته باشد و بیان آن به زبان و عمل کردن به وسیله جوارح. این خلاصه مفهوم ایمان است که انسان هر عملی رو که انجام می‌دهد، هر عبادتی رو که انجام می‌دهد، به هر موضوعی که اعتقاد دارد و چیزی رو قبول دارد، وجود الله سبحانه و تعالی رو، قرآن کریم رو، بهشت و دوزخ رو و امور غیبی که الله سبحانه و تعالی برای ما در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نموده است، به این میگویند ایمان. ایمان، مکان ایمان قلب انسان است. شاید یک کسی به زبان بگوید که من به الله سبحانه و تعالی ایمان دارم، به زبان این رو بیان بکند، اما در قلبش چیز دیگری باشد. آنچه که ما امروز میبینیم این اقرار به زبان است که انسانها بیان میکنن که به الله سبحانه و تعالی ایمان دارن، اما حقیقت این امر را غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگری نمیداند. الله سبحانه و تعالی در همین صفحه اول قرآن کریم در مقابل سوره فاتحه، در شروع سوره بقره، برای ما بیان می کند که انسانهای متقی و مؤمن کیا هستند. این انسانهای متقی و مؤمن کسانی هستند که الذین یؤمنون بالغیب، کسانی هستند که به امور غیبی ایمان دارند، به آنچه که ندیدند. ما الله سبحانه و تعالی را ندیدیم، به ذات اقدس الهی ایمان داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ندیدیم، اما به رسالت و سنت ایشان اعتقاد داریم. بهشت و دوزخ رو ندیدیم، حساب و کتاب رو ندیدیم، ملائکه رو ندیدیم، خیلی از اموری که در قرآن و سنت ذکر شده رو ما ندیدیم، اما به اون اعتقاد داریم. این ایمان است و با تمام وجود خود یقین داریم که پروردگاری وجود دارد که مدبر همه چیز در آسمان ها و زمین است، صاحب اختیار همه چیزها در آسمان و زمین است. وقتی که انسان به این امور غیبی اعتقاد داشت، در همین آیات مبارک الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، وقتی که ایمان داشتی به این امور، به خاطر تقوا و پرهیزگاری، به خاطر اینکه اطاعت از الله و رسول بکنی، نماز میخوانی و از آنچه که الله سبحانه و تعالی به تو روزی داده است، به تو بخشیده است از نعمتهای بی پایان، در راه او خرج میکنی. و همچنین ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبران گذشته که میفرماد والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. ما رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ندیدیم، ما حضرت عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، داود علیه السلام تا آدم علیه السلام، پیامبرانی که گذشتن رو ندیدیم، اما به اونها اعتقاد داریم و ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی اونها رو برای هدایت بشریت فرستاد. چرا ایمان داریم؟
چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت صحیح و الله متعال در قرآن کریم ذکر اونها رو کرده و چون ذکر کتاب‌های اونها در قرآن و سنت هست، ما یقین داریم که الله سبحانه و تعالی این کتاب‌ها رو بر اونها نازل کرده است. این ایمان است. و به آخرت ایمان داریم که جنتی هست، دوزخی هست. الله سبحانه و تعالی انسان‌های پرهیزگار، انسان‌های مؤمن، انسان‌های شایسته، انسان‌های متقی را به بهشت میبرد بعد از حساب و کتاب، و انسان‌های مشرک و انسان‌های کافر و انسان‌هایی که ناسپاسی کردن رو گرفتار عذاب جهنم می‌کند. ما این چیزها رو ندیدیم اما قبول داریم. به این میگن ایمان. در روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب صحیح مسلم روایت شده است، می‌فرمایند که ایمان 70 و چند شعبه است. الایمان بضعة و 70 شعبة والحیا شعبة من الایمان. حیا شعبه ای از شعبه های ایمان است، یعنی شاخه ای از شاخه های ایمان است. هر امور غیبی و هر عملی که انسان با قلب خودش به اون اعتقاد داشته باشه بهش میگن ایمان. و ما باید ایمان و باور یقین و 100% به همه آنچه داشته باشیم که در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان شده است. و بعد از ایمان عمل شرط است. ایمان همونطوری که گفتیم که انسانی عمل بکند، عبادت بکند، اعمال شایسته انجام بدهد و ایمان نداشته باشد، این اعمالش مانند چی است؟ هباء منثورا، مانند گرد و خاکی که در هوا پراکنده شده باشد، هیچ به درد او نمیخورد. برعکس آن، اگر شخصی ایمان و یقین داشته باشد به الله سبحانه و تعالی، به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به عبادات، به قرآن، به سنت، به روز آخرت، به همه چیز، اما عملا این کارها را انجام ندهد، نماز نخواند، روزه نگیرد، حج انجام ندهد، به مستمندان کمک نکند، زکات خود را نپردازد، اخلاق بد داشته باشد و امور دیگری که عملا در زندگی خودش این ایمان را پیاده نکند، این ایمان به درد او نمیخورد. این ایمان به درد او نمیخورد. وقتی که شما ایمان دارید باید عمل هم بکنید. جوارح شما، همه جسم شما هم این شهادت را بدن که شما انسان مؤمن هستید. ادعا که خیلی کار آسانی است، هر کس هر گوشه میتواند ادعایی بکند. اما بعد از این که انسان ایمان میآورد باید عمل انجام بدهد و اگر عمل انجام نداد اون ایمان به درد انسان نمیخورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در کتاب صحیح بخاری روایت شده است در مورد ارکان ایمان میفرمایند که ارکان ایمان چیست؟ ارکان ایمان این است که ان تؤمن بالله، ایمان داشته باشی به الله سبحانه و تعالی و ملائکته و به فرشتگان الله سبحانه و تعالی و کتبه و به کتابهای الله سبحانه و تعالی و رسوله و به پیامبران الهی و الیوم الاخر و به روز آخرت و القدر خیره و شره من الله، و به اینکه تقدیر چه خیر است چه شر است همه از جانب کی است؟ الله سبحانه و تعالی. ایمان به الله سبحانه و تعالی گفتیم که انسان اعتقاد به این داشته باشد که ذات اقدسی است که صاحب اختیار، پادشاه و مالک همه موجودات و همه کائنات و همه آسمان ها و زمین است. این ایمان به الله سبحانه و تعالی. و اینکه الله سبحانه و تعالی خالق است، رازق است، الله سبحانه و تعالی صاحب اختیار است و به همه اسما و صفاتی که در مورد ذات اقدس الهی در قرآن کریم
و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده است باید یقین و باور داشته باشیم و ایمان داشته باشیم. دوم این که ملائکه، ایمان آوردن بر این که الله سبحانه و تعالی از جمله بندگانش موجوداتی هستند که به اونها میگن ملائکه. ملائکه مانند انسان ها نیستن. ملائکه هوای نفس ندارن. ملائکه میل به گناه ندارن. ملائکه مخلوقاتی هستند که الله سبحانه و تعالی آنها را خلق کرده برای تدبیر امور کائنات. از ملائکه کسانی هستند که در خدمت انسان ها هستند. ملائکه هستند که مأموران در جهنم یا در بهشت هستند. از ملائکه کسانی هستند که مسئول قبض روح هستند. از ملائکه جبرئیل علیه السلام است که وحی بر پیامبران الهی می آورد و تعدادی که عدد آنها را غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگری نمیداند که در تدبیر امور کائنات الله سبحانه و تعالی آنها را گماشته است. این موجودات که الله سبحانه و تعالی آنها را خلق کرده است گناه نمی کنند، معصیت نمی کنند و هرچه که الله سبحانه و تعالی امر بکند بدون چون و چرا انجام می دهند. بعد از اون ارکان ایمان، یکی از ارکان ایمان کتبی است که الله سبحانه و تعالی فرستاده. الله سبحانه و تعالی برای تعدادی از پیامبران کتاب‌های آسمانی رو فرستاده. برای بعضی از پیامبران کتاب‌های کاملی بود که به عنوان کتاب برای امتها فرستاده میشد که یک نوع دستور عبادت و زندگی و همه امور این گروه رو بیان میکرد. مانند انجیل که به عیسی علیه السلام فرستاده شد، مانند تورات که به موسی علیه السلام فرستاده شد و مانند قرآن کریم که به رسول محبوب ما صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شد. ما باید یقین و ایمان کامل داشته باشیم که این کتاب هایی که الله سبحانه و تعالی فرستاده، چه آنچه در قرآن کریم ذکر شده، چه آنهایی که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، چه آنهایی که ذکر نشده، ما به همه اینها اعتقاد و باور داریم که اینها کتاب‌های الهی است، از طرف الله متعال فرستاده شده. ولیکن غیر از قرآن کریم بقیه این کتاب‌ها تحریف شدن و در آن تغییر و تبدیل به وجود آمده و تنها کتابی که از تحریف و از دستبرد دشمنان اسلام و انسان‌های سودجو در امان بوده است و تا روز قیامت خواهد بود قرآن کریم، این معجزه جاودان الهی است. و رسولهی، یکی دیگر از ارکان دین مبین اسلام این است که ما به همه پیامبران الهی اعتقاد و باور کامل داشته باشیم. این که الله سبحانه و تعالی از بین بشر انسانهایی رو برگزید و توسط جبرئیل علیه السلام به اونها وحی کرد و اونها رو مسئول هدایت و توجیه بشریت قرار داد. در هر عصر و زمانی، در هر قوم و قبیله‌ای الله سبحانه و تعالی کسانی رو برای هدایت و برای راهنمایی اونها فرستاد. این پیامبران حامل رسالت الله سبحانه و تعالی بودند. رسالت همه پیامبران یکیست. رسالت همه پیامبران این است که لا اله الا الله. همه پیامبران الهی دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی کردند. همه پیامبران الهی دعوت به سوی اسلام کردند. دعوت به سوی مکارم اخلاق کردند. دعوت به سوی دوری از شرک و کفر و بتپرستی و بغاوت و طغیان کردند. ما به همه این پیامبران اعتقاد داریم، به همه اینها باور داریم و این یکی از ارکان دین مبین اسلام است. و به روز آخرت، یکی دیگر از ارکان دین مبین اسلام روز آخرت است. روز آخرت هر انسانی بعد از این که از دنیا می رود آغاز می شود. نخستین مرحله قبر است.
ارتباط انسان با دنیا قطع می شود، روح انسان قبض می شود، آن جسد خاکی از آن روحی که الله سبحانه و تعالی در او قرار داده است در رحم مادرها جدا می شود. بعد از اون انسان وارد مرحله دیگری از مرحله زندگی خود می شود. در این مرحله نخستین جایگاه و نخستین قرارگاه انسان قبر است. در قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا گودالی از گودالهای جهنم. ما قبر رو ندیدیم، حالت بعد از مردن رو ندیدیم، عذاب و ثواب و اجر و پاداش و مشکلاتی که در قبر وجود داره رو ندیدیم، اما به اون اعتقاد داریم. این شروع اعتقاد به امور آخرت می باشد. بعد از اون قیامت کبری به پا می شود. انسان ها در میدان حشر در پیشگاه الله سبحانه و تعالی برای حساب و کتاب حاضر می شوند. کسانی به جهنم می روند، کسانی به بهشت می روند، کسانی مشمول رحمت الهی می شوند، کسانی مورد غضب الله سبحانه و تعالی قرار می گیرند. در بهشت نعمت های فراوانی وجود دارد. در بهشت انسان های متقی، انبیا، شهدا، صالحین در آنجا در مقام‌های مختلفی که الله سبحانه و تعالی برای اونها در نظر گرفته است زندگی می‌کنند. در جهنم همچنان مراتب مختلفی است. کسانی مانند منافقین در اسفل سافلین عذاب می‌بینند و کسانی هستند که در مراتب مختلفی از جهنم به خاطر اعمال زشتی که انجام دادن در آنجا عذاب می‌شوند. ما و شما این مسائل رو ندیدیم، اما به آن اعتقاد داریم. این اعتقاد ما به آنچه که در روز آخرت رخ میده است ایمان است. به روز آخرت ایمان داریم، به بهشت و جهنم ایمان داریم، به همه آنچه که در نزد الله سبحانه و تعالی هست و ما ندیده ایم و نمیتوانیم در این دنیا درک بکنیم اعتقاد و باور داریم و این ایمان است و ایمان داشتن به این امور یکی از ارکان ایمان محسوب می شود. همچنین تقدیر یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که از خیر و شر به ما می رسد این مقدر شده است از طرف الله سبحانه و تعالی. هر اتفاقی که در زندگی ما می افتد از طرف الله سبحانه و تعالی برای ما مقدر شده است. ایمان داشتن به این موضوع یکی از ارکان دین مبین اسلام است. الله سبحانه و تعالی یک سری امور رو قطعی برای ما در زندگی ما قرار داده است. این که ما کی میمیریم، در کجا میمیریم، چه اندازه رزق و روزی به ما میرسد، اینا اموری است که از طرف الله سبحانه و تعالی برای ما قطعی و ثابت شده است و اموری است که الله سبحانه و تعالی از اون اطلاع دارد و خبر دارد و طبق اون نظمی که الله سبحانه و تعالی در قضیه قضا و قدر و خلقت انسان در نظر گرفته شده است، الله سبحانه و تعالی از اون با علم خودش اطلاع دارد. این که ما در فردا چه کار خواهیم کرد، اون انسان‌هایی که میلیون ها سال بعد از ما خواهند آمد چه اعمالی رو انجام میدن و این که ما به خاطر آنچه که تغییر در درون خود ما هست الله سبحانه و تعالی به ما توفیق چه کارهایی رو نصیب می کند، همه اینها رو الله سبحانه و تعالی می داند و نوشته است. این ایمان به قضا و قدر الهی است که هر عمل خیری و هر عمل شری که در زندگی ما اتفاق می افتد این جزء تقدیر است و ایمان داشتن به این موضوع یکی از ارکان مهم دین مبین اسلام است. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به من و به همه شما عزیزان توفیق ایمانی کامل و ایمانی خالص و ایمانی که در اون جایی برای شک و شبهه نباشد نصیب کند. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني